بعد پس پیامبرتان گفتی عزیز من، با عنوان ما وقت ما با تو ضایع نمیکنم، اما برات میارم که گفتی پیامبر ما به کس توهین نکرده، درست است؟ بسیار خوب، بریم به منبع. پیامبرشون به کس توهین نکرده دوستان، به کس هیچ توهینی نکرده، بسیار آدم کاکه بوده اصلا. حالا میریم ببینیم که توهین کرده نکرده. خب دوستان عزیز، روایت حسن یک روایت، یک کتاب. اینم کتاب دوم، روایت حسن از ابن راویش هم ابی ابن کعب، محدثش ابن باز، و در کتاب فواید العلمیه من دروس بازیه، از دروس خودش فواید علمی خود را آورده. صفحه و رقمش هم در اینجا آمده، حدیث شماره چندم 206. خلاصه حکم محدث حدیث حسن است. ببینید عزیزان، ضعیف نیست، حسن هست. میریم به متن. کسی که عزاداری به شکل جاهلیت میکنه، برش بگوین که آلت تناسلی پدر خود خورده باشه، در دهن خود گرفته باشه. پیامبرتان چی گفته عزیز؟ این چی پیامبری بوده که فحاشی کرده؟ میشه ترجمهش بیارین شما؟ ترجمه شما برات گفتم، اگر تو چپ از این داری بیار برای ما. نه خیر تو اگر ترجمه داری بیار عزیز من قبول کنم. هر کی تو تا پیشتر همین حدیث ترجمه شده عزیز من، یک لحظه صبور باش. نه اجازه بده، تا پیشتر صبور باش که من ترجمه شده برات بخونم. که مثلا وقتی که آمد یک آدم غال نکو، یک لحظه صبر کو. چیز نزن، داد نزن که من ترجمه شده برات بخونم. داد نزن، چرا چیخ میزنی؟ گفتی ترجمه بخون، ترجمه شده برات بخونم. منابعش همه اینجا آمده، هم در کتب شیعه، هم در کتب اهل سنت. سنن نسائی جلد 9 صفحه 357. بهار الانوار هم از شیعیان، از مجلسی جلد 23 صفحه 91. میریم به متن عربیش. این متن عربیش تعداد راویانش اسکرین شات بگی، تو که آدم تحقیق نیستی، به دوستان دیگر میگم. اینم متن فارسیش. پیامبر مسلمانان میگه، چی میگه از من؟ اگر دیدید کسی بر روش جاهلیت عزاداری میکند، به او بگویید آلت تناسلی پدرت در دهنت، و این کلام را صریح بگویید. یعنی ترجمهش. چرا چیغ میزنی؟ چرا داد میزنی؟ چی گپ است؟ ببین قربان چا، در کامپیوتر یا در صفحه موبایل هر کس هر چیز میتونه بنویسه. روایت یا